روح مطهر او اکنون عند ملیک مقتدر ملازم حضرت فاطمه اطهر سلام الله علیها است. آن روز عظمت راه پیمایی براءت از مشرکین به راستی خیره کننده بود، شکوهی که حقیقتاً و نه در مقام مبالغه از حد توصیف فراتر است. اجتماع عظیم راه پیمایان از بعثه شماره 2 در جهت مقابل مسجد الحرام تا آنجا که چشم می‌دید گسترده بود و حتی از بالای پشت بام ساختمان بعثه نیز نمی‌شد انتهای جمعیت را تشخیص داد. بعد از گذشتن از مجموعه مسکونی حجاج اردنی و فلسطینی، تظاهرات با پاسخ دادن به شعارهای بلندگوی مرکزی در حدود ساعت 6:40 به ابتدای سراحی عبدالله ابن زبیر رسید. در پیشاپیش تظاهرات 3 صف از نیروهای انتظامات که دستها را در یکدیگر زنجیر کرده بودند تشکیل شده بود. پس از آنها 500 نفری از برادران حرکت می کردند و پشت آنها در جناح راست خیابان جانبازان و بخشی از خواهران و در جناح چپ خیابان برادران راه می رفتند. وقتی پلیس در جناح چپ خیابان به ضرب و شتم مردم پرداخت، بلافاصله صدای دست زدن و سود و هلهله چماقداران که از پیش در پشت نیروهای پلیس مستقر شده بودند شنیده شد و همزمان با آن در جناح راست خیابان نیز پلیس به همراه نیروهای امنیتی که به چوب‌های میخدار و میله‌های آهنی مجهز بودند شروع به ضرب و شتم حجاج کردند. هجوم مردم به عقب و به جانب راست خیابان باعث افزایش شدید فشار و زیر دست و پا افتادن عده زیادی از زنان و جانبازان و پیرمردان شد. همزمان با این فشار کشنده عده‌ای از چماقداران سعودی از خیابان پشت مسجد جن به قسمت خواهران حمله کردند و عده‌ای از خواهران و جانبازان را به شهادت رساندند. پلیس ها با آرایش مجدد بار دیگر در 2 جناح خیابان به مردم هجوم آوردند. اولین تیرها به وسیله تفنگ‌های ضد شورش شلیک شد و به فاصله کمی شلیک رگبار گلوله‌های جنگی آغاز گشت و شد آنچه شد. حرمت حرم امن خدا شکسته شد و خون مظلومان که خون خداست دامن اشقل اشقیا را گرفت و عید قربان در 6 ذوالحجه سر رسید. قربانی مقبول افتاد و امت مسلمان ایران به امامت همه امتهای طول تاریخ برگزیده شد.
کمال دین کامروا همراه با جمعی از جوانان حزب الله برای کمک به خواهران علم غیرت برافراشتند و شتافتند تا حریم عصمت و عفت را پاسداری کنند و این چنین شد که به شهادت رسید و به جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله آنجا که نپای عقل می رود و نبال عشق بار یافت. فاجعه خونین ششم ذوالحجه در مکه مکرمه نقاب منافقانه فریب را از چهره مدعیان دروغین اسلام برانداخت و سرنوشت حکام حجاز با سرنوشت آمریکا پیوند خورد و یک بار دیگر خون پیروز شد. نخستین پیروزی خون در عاشورا به دست آمد و اسلام که حدوثی نبوی دارد بقایی حسینی یافت، یعنی که بقای اسلام با خون حسین ابن علی علیه السلام و شیعیان حقیقی او محقق می گردد. جمعه خونین مکه عاشورایی مکرر است، قلبی است که خون حیات و قیام را در پیکر امت اسلام در سراسر سیاره زمین می دواند و ریشه ظلم و استکبار را برمی کند.